صبح بخیر دارم خدمت تمام شما هموطنای خوب و نازنین. سارا هستم، سارا جوزجانی در خدمتتان هستم هر روز با یک ویدیوی جدید و با یک داستانی بسیار جالب و شنیدنی. داستانهای دخترای افغان، داستانهای زنای افغان، داستانهای مردهای افغان. امیدوار هستم که داستانها را از دست ندهید و ببینید و هر روز با ما باشید. سرگرمتان میکنم و شماها را از گذشته های دختر و زنهای افغان با خبر میکنم. من یک دختر هزاره هستم، هزاره توار، یک دختر هزاره هستم که در جوزجانان به دنیا آمدیم و امروز در امریکا هستم، با شما هستم و هر روز ویدیوی سرگرم کننده دارم براتان و داستانهای بسیار جالب، بعضی داستانها بسیار